است، با زنش دعوا شده، صبح میاد میگه آقا هدفمندی یارانه‌ها چیز غلطی بود. آقا به چه دلیلی؟ امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته ایران منطبق با برجام برداشته شد. نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود و ما با این عدد و با این رقم ارز و همه منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. در اینکه من به شورای امنیت اگر کشور میگیم سالی 1 میلیون مسکن، در 4 سال 4 میلیون مسکن کنارش راهکار داریم. میگیم این راهکارها برای تحقق این مسئله. دهه 90 دهه سختی گذشت. متوسط رشد ما کمتر از 1% در سلام، شما بیننده قسمت آخر فصل اول برنامه اکوهشت هستید. ما در فصل اول قصد داشتیم در مورد اثرات اقتصادی جنگ صحبت کنیم. توی این برنامه به صورت مشخص میخوایم اثرات تجارت خارجی بر معادلات بین‌المللی رو بررسی کنیم. میهمان این برنامه ما آقای دکتر علیرضا شفا، عضو مؤسسه اشراق هستند. عرض سلام میکنم، خیلی ممنونم از فرصتی که مهیا کردید برای گفتگو درباره موضوع مهمی مثل این و اینکه میپردازید به مسئله رابطه جنگ و اقتصاد که به نظرم خیلی کمتر راجع بهش صحبت شده و خیلی لازمه که راجع بهش صحبت بشه. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه ما. اگه موافق باشید من سوال اولو خدمتتون طرح کنم که گفتگو شروع بشه. ما تو خلال جنگ در واقع 12 روزه فکر کنم همه تأسیسات اتمی ایران بمباران شد یا بالاخره خسارت دید، جز در واقع نیروگاه اتمی بوشهر. شما چقدر اثر همکاری‌های بین‌المللی و تجاری که ما تو اون حوزه با روس‌ها داشتیم و تو این پدیده مؤثر می‌دونید که در واقع باعث شد ما این صدمه به اون کمتر وارد بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که ببینید این مثالی که دارید میزنید مثال درستیه، یعنی در واقع خسارت نخوردن نیروگاه بوشهر حتما مربوط بوده به اینکه در واقع شرکای روس ایران در این نیروگاه حضور داشتن و اصلا این در واقع نیروگاهیه که یه تأسیساتیه که مشترک بین بالاخره نام روسیه روی این نیروگاه وجود داشته و طبیعتاً هر گونه کنشی میتونسته پیامی برای روس‌ها هم باشه. به نظر من اسرائیلی‌ها خیلی نگرانن کلاً درباره رابطه ایران و روسیه، چون میدونن بسیار مستعده، خیلی روش کار میکنن، روی تخریبش کار میکنن. خب ارتباطات خوبی میتونن با روس‌ها داشته باشن به واسطه اون پیشینه‌ای که مهاجرت‌های یهودیان روسیه به اسرائیل داشته و یه رابطه بسیار درهم تنیده‌ای در اون نقطه وجود داره و اینا نگرانن که اون رابطه در این معادلات جدید کاملا تحت شعاع قرار بگیره. لذا از ایجاد حساسیت هایی که بتونه اون رابطه رو تقویت کنه یا رابطه بین خودشون و روسیه رو تضعیف کنه یا اهرم هاشون رو برای تاثیرگذاری رو رابطه ایران و روسیه از دستشون بگیره پرهیز دارن و خیلی مثال درستی زدید. اما خب اگه این مثال رو بزنیم و قصدمون این باشه که باهاش نشون بدیم که تا چه اندازه‌ای امنیت میتونه روی اقتصاد اثر بذاره، من گمان میکنم این سمت شاید اتفاقا راحت‌تر درک میشه. یعنی معمولاً به سادگی درک میشه که اگه شما یه همکاری مشترکی مثلا با کشوری داشته باشید توی در واقع تثبیت یه سری معادله‌های اقتصادی کمک میکنه. اما معمولاً اون سمتش کمتر دیده شده. یعنی اینکه آیا اقتصاد معانی سیاسی هم داره، آیا اقتصاد معانی امنیتی داره؟ با اینکه این خیلی چیز بزرگیه، خیلی چیزی نیست که بشه چشم رو برش بست، ولی تمایل بسیار شدیدی در ایران وجود داره و در گفتاری که در جهان رواج داده شده وجود داره که به نظر من این گفتاریه که هژمونی در واقع موجود رو، یعنی هژمونی غرب رو تثبیت میکنه، به خاطر همین رواج داده میشه که گفته بشه که معادلات اقتصادی بسیار طبیعی هستند و اینا خارج از در واقع معادلات سیاسی هستن.
نه چندان وابستگی به معادلات سیاسی دارن، نه چندان تاثیرگذاری بر معادلات سیاسی دارن. این جنبش به نظر مثال تو گفتگوی امروز میتونه کاویده بشه. در واقع شما می‌فرمایید که این جنبه در واقع اثر متقابل سیاست بر اقتصاد که بدیهیاً درک میشه. یعنی هر کسی بالاخره میبینه که بلوک بندی هایی بعضا در جهان به وجود میاد. منتها شما دارید میفرمایید که یه جنبه‌ای کمتر درک شده، اونم اینکه اقتصاد خودش بر سیاست در واقع چیره میشه و اصلا معادلات سیاسی رو اقتصاد تشکیل میده. در واقع دارید چنین بیانی رو مطرح میکنید. بعد چرا میفرمایید که این در واقع اون هژمون فعلی جهان دوست نداره این درک بشه؟ به خاطر اینکه اگه ما در واقع توجه کنیم به اینکه اقتصاد معانی سیاسی داره، هر رفتار اقتصادی یه تصمیم گیری سیاسیه. نه فقط یه سری فرمول ریاضی که توی دانشکده اقتصاد درس میدن. چیزی که برای من خیلی برای شخص من ناراحت کننده است اینه که اساتید دانشجویان اقتصاد ما معمولاً کار تخصصی جزء وظیفه‌شون نمی‌بینن که انجام بدن روی دلالات سیاسی، یعنی اقتصاد رو از منظر انعکاسات سیاسیش جزء دیسیپلینشون نمیدونن اصلا که بررسی کنن. و این چرا منجر به تقویت هژمونی میشه؟ چون وقتی شما بی‌محابا رفتار میکنی و از خودت مراقبت نمیکنی، طبیعتاً اون چیزی که اتفاق میفته تحکم اون چیزیه که در صحنه از قبل نیرومندتر بوده. یعنی معادله‌های اونی که جاریه، احسن، معادله‌های سیاسی غالب خب بر شما هم جریان پیدا میکنه وقتی شما مراقبت نکنی. در واقع هیچ کانون درونزای سیاسی اگر با رفتار اقتصادی ایجاد نکنی و رفتار اقتصادی به لحاظ معانی سیاسیش پراکنده باشه، طبعا شما خود به خود در اون در واقع نظمی قرار میگیری به لحاظ اقتصادی که در واقع انعکاسات سیاسی موجود رو بپذیریم. ما آیا مصداقی داریم در ایران یا جهان که روابط اقتصادی موجب صلحی شده باشه یا موجب گرمی روابط سیاسی شده باشه؟ چون برعکسش زیاد دیده میشه. بالاخره دو تا کشور با هم به هر دلیلی، شاید دلیل امنیتی، رابطه برقرار میکنن و با هم تجارتشون رو باز میکنن و کار میکنن. آیا در واقع مؤیدات و مسائلی دیده شده نسبت به اینکه مؤیدات و مصداق‌هایی دیده شده نسبت به اینکه یه پدیده اقتصادی، یه معامله اقتصادی روابط رو تعیین کنه؟ ببینید خیلی زیاده مثالاش، توجه دارید؟ یعنی ما از بس که راجبش حرف نزدیم، یعنی چیز خیلی واقعا واضحی که به سادگی هم میشه دید، خیلی مغفول مونده. توجه دارید؟ حالا این که میگید که برعکسش دیده شده، یعنی احتمالاً منظورتون اینه که رقابت‌های اقتصادی منجر به جنگ میشن، ولی آیا رقابت‌های اقتصادی جغرافیای تثبیت شده‌ای رو تولید میکنن یا نه؟ ولی خب این هم در نظر بگیریم که معمولاً وقتی که یه جغرافیایی تولید میشه، معناش اینه که پیوستگی بین مناطقی بالا میره و در نتیجه گسستگی بین اون دو منطقه مثلا و با مناطق دیگر بیشتر میشه. بله. توجه دارید؟ یعنی اینا دو روی یه سکه است گاهی. بله. اغلب. یه مثال فوق العاده است که به ما خیلی نزدیکه، ماجرای خط لوله نورد استریم 1 و 2. خط لوله نورد استریم 1 و 2 در واقع قبل از اینکه یک خط لوله اقتصادی باشه که منافع اقتصادی تولید کنه، خط لوله‌ایه که یک جغرافیا داره تولید میکنه. اصلا من همینجا فقط اگه چون ممکنه بینندگان ندونن خط لوله نورد استریم، اگه توضیح بدید که بین کدوم کشورها بوده و چی بوده که مخاطبین در اختیار ما. خط لوله نورد استریم خط لوله‌ای بود که از روسیه به اروپا کشیده شده بود، از شرق اروپا گذر میکرد و به قلب اروپا میرفت، تا آلمان و تا اروپا میرفت و اونجا انرژی مورد نیاز اروپا رو تهیه میکرد. خب منابع گازی بسیار عظیمی که روسیه داره، روسیه یکی از بزرگترین کشورهای دارنده گاز و تولید کننده گاز در جهان. خط لوله گازی که از روسیه به سمت اروپا میرفت، اصلا مسئلهش این نبود که روسا نشسته باشن دو تا چهار تا کرده باشن و بگن که آقا اگر مثلا این خط لوله به جای اینکه بره به چین، خب چین هم خیلی نیاز بزرگی به گاز داره، هند هم نیاز بزرگی به انرژی داره، چطوری روس‌ها اروپایی‌ها رو انتخاب کردن؟ آیا صرفاً به خاطر اینکه اروپایی‌ها نزدیک‌ترن یا مثلا قیمت بیشتری میپردازن؟ اینجور چیزا مؤثر هست، ولی اصلا تصمیم اصلی درباره این قضیه نیست. اصلا درباره این قضیه نیست. کشورها قبل از اینکه سود کنن باید وجود داشته باشه. و روسیه برای اینکه در واقع توی معادلات استراتژیکش محاسباتی که انجام میده، خب تهدیدها همیشه از سمت غرب بوده، از سمت ناتو بوده. علاوه بر این که روس‌ها در چشم انداز
استراتژیک خودشون درباره سرزمین خودشون، عمق استراتژیک خودشون رو با مفهوم اوراسیا تعریف میکنن. حالا بحث‌های بسیار مفصلی داره این قضیه درباره قدرت بری روسیه که روس‌ها در واقع نوع قدرتی که میتونن توسعه بدن قدرت بریه در مقابل جهان انگلیسی زبان که قدرت بریه. معلوم وارد نمیشم تو اونا، ولی در واقع این برنامه بلند مدت روس‌ها بوده که مابین مسکو و برلین یک محور جغرافیایی ایجاد کنن. یعنی این سودای روسیه و این درک روس‌ها از معادله موجودیت خودشونه و درک روس‌ها از بلوغ در واقع و اوج گرفتن جغرافیایی خودشونه. خب لوله نورد استریم 1 و 2 قبل از اینکه یک معادله اقتصادی باشه، یا بهتر بگم که در همون لحظه‌ای که یک معادله اقتصادیه داره به شدت یک پیوستار جغرافیایی رو انعکاس میده. شما میدونید انتقال انرژی با لوله و با کشتی با هم خیلی فرق میکنه. وقتی یک کشتی از بندری حرکت میکنه ممکنه به هر بندر دیگه‌ای در جهان بره، این امکان به صورت عملی براش وجود داره. ولی خط لوله وقتی که کشیده میشه مبدأ و مقصد تثبیت میشن و مقاصد میانی تثبیت میشن. در واقع نوعی تثبیت جغرافیایی رو تولید میکنه خط لوله در انتقال انرژی. خط لوله انتقال انرژی از روسیه به در واقع قلب اروپا به معنای پیوستگی بیشتر جغرافیای اروپا به جغرافیای روسیه بود. و اصلا شاید بشه گفت که یکی از دلایل این که جنگ اوکراین اتفاق میفته، این جنگ اوکراین به نوعی پاسخیه در برابر اون استراتژی که داره از طریق خط لوله اتفاق. شما اگه خاطرتون باشه در همون ابتدای جنگ یکی از اتفاقات مهمی که افتاد انفجار، اولا قطع شدن جریان گاز. خب طبیعتا دو تا کشور که با هم می‌جنگن نمیتونن انتقال کالا با هم داشته باشن. ثانیاً انفجار خط لوله بود که کسی هم به گردن نگرفت نهایتاً. حالا گفته شد که امریکایی‌ها مستقیما این کار رو انجام دادن. خب این یه مثال خیلی خوبه، ولی مثال‌ها خیلی زیادن، یعنی به تعداد بسیار زیادی میشه مثال‌های اقتصادی زد. تو حوزه اقتصاد انرژی خیلی زیاده، تو حوزه اقتصادهای کریدورهای اقتصادی خیلی زیاده، تو حوزه‌های دیگه هم میشه مثال زد. تو حوزه‌های پولی بسیار مسئله بغرنج و مهمه، اینکه در واقع شما مثلا فرض بفرمایید که نفت خودتون رو، یک کشور نفتی نفت خودش رو با چه پولی کشف قیمت کنه، با چه پولی بفروشه. این تاثیر سیاسی شگفت انگیزی داره. من میخوام اینجا مثلا یه کوچولو جمع‌بندی کنم. شما میفرمایید که روسیه در واقع با کشیدن نورد استریم 1 و 2 سعی داشت که همون در واقع از طریق تجارت یه جوری صلح بین خودش و اروپا برقرار کنه و حتی نفوذ خودش رو در اروپا. ببینید از قدیم یک مغناطیسی از سمت روسیه به سمت اروپا وجود داشته. البته از سمت اروپا هم به سمت روسیه بوده، ولی مغناطیس سمت روسیه به اروپا خیلی دیده می‌شده همیشه. مثلا چی این مغناطیسی که می‌فرمایید؟ مثلا شنیدید این ضرب المثل میگن انگلیسی‌ها میگن که خطرناک‌ترین چیزی که تو دنیا وجود داره یه سر آلمانی روی یه تن روسیه. یا مثلا از بعضی از فلاسفه مثلا آلمانی میشنوید که میگن آقا روح روسی مثلا از بسیار مثلا بزرگه و آلمانی‌ها نمیتونن چنین روحی داشته باشن. اینا حالا جنبه‌های، یا در مثلا شما جنگ‌های جهانی که نگاه کنید همیشه روسیه یه پای ورود به جنگی بوده که در اروپا وجود داشته. بازی بزرگ، اصلا اصطلاح بازی بزرگ در واقع رقابتی بود که روسیه و انگلستان در جهان داشتن و در واقع خونین ترین قسمتش رقابتی بود که در منطقه خود اروپا داشتن برای نفوذ در اروپا. همیشه در واقع اون چیزی که ما از رنگ روسی که در اروپای شرقی میشناسیم، خب شما میدونید نزدیکی‌های نژادی وجود داره، نزدیکی‌های مذهبی وجود داره، نزدیکی‌های فرهنگی وجود داره و روس‌ها همیشه نظر داشتن به این نزدیکی که وجود داره و تعامل فرهنگی که روس‌ها بسیار علاقه داشتن به تعامل فرهنگی با آلمان‌ها و تعامل تمدنی با آلمان‌ها. این یه انگاره بسیار در واقع جدیه در روسیه و روسیه آینده خودش رو همواره به سمت غرب میدیده. نگرانی اصلی که وجود داره اینه که ما از لحاظ تجاری داریم بسیار ضعیف میشیم. حالا حتما تحریمات توش مؤثر بوده و عوامل دیگه هم حتما مؤثر بوده، شاید به همون اندازه یا بیشتر. شما به عنوان کسی که بالاخره تجربه کار اقتصادی هم دارید به غیر از کار آکادمیکی داشتید، میخوام یک دو تا کشور رو با هم یه ذره بحث کنیم، کشورهای مهم دور بر ما.
مثلا فرض کنید کشور پاکستان. خب پاکستان فکر می‌کنم دومین جمعیت شیعه جهان رو داره بعد از ایران. یه کشور کاملا شیعه است، کاملا نزدیک از لحاظ فرهنگی. جمعیت شیعیان هند نمیدونم بیشتره یا جمعیت شیعیان پاکستان، چون جمعیت هند جمعیتش خیلی زیاده. یه کوچولو هم باشه. فکر اگر اشتباه نکنم جمعیت شیعه هند از جمعیت ایران شیعه ایران بیشتره. یه همچین وضعیتی. ولی خب پاکستان جزو کشور اصلی شیعه است. خب منتهای مراتب ما وقتی آمار بررسی می‌کنیم می‌بینیم که ما فکر کنم شریک ششم یا هفتم تجاری پاکستان محسوب میشیم، با اینکه این مرز داریم، در واقع قرابت‌های دینی، مذهبی، همه چی داریم. شما علت تو اینه چی میدونید؟ بخوایم با مصداق باز کنیم چرا ما با پاکستان نمیتونیم کار کنیم؟ و از اون مهمتر بخش اینم اضافه کنم، از اون مهمتر پاکستان خب تو محور غرب هم تعریف نمیشه، یعنی به نوعی بیشتر رابطهش با چین الان نزدیکه که صحبت میکنیم تا مثلا کشورهای بلوک غربی. چرا ما چنین وضعیت تجاری با پاکستان داریم؟ ببینید من یه چیزی بگم به طور کلی ما یه چیزی رو که نداریم، حالا بعد میریم سر خاص پاکستان ولی مورد پیچیده ایه، حالا میریم سر وقت پاکستان، ولی به طور کلی ما یه چیزی که نداریم اینه که ما درکمون از جغرافیا خیلی ضعیفه، از جغرافیای سیاسی خیلی ضعیفه و درکمون از جغرافیای اقتصادی هم ضعیفه. یعنی ما موقعی که ببینید ما طوری اقتصاد یاد ما میدن، طوری ما اقتصاد میفهمیم، متاسفانه اصلا این مثل یه سمی تو خون همه ما هست. یعنی از ما منظورتون حاکمیت یا نه ایرانی‌ها اصلا در فاز افکار عمومی ایران، در فاز عمومی اقتصاد در ایران که در واقع اقتصاد رو فقط در لحظه شمردن مقدار سود از زیان درک می‌کنیم و این درست باعث میشه که شما سود و زیانی که لازم داری به دست نیاری، یعنی سود بیشتر و زیان کمتر رو به دست نیاری. یعنی شما داری زیان می‌کنی چون دیدگاه بسیار سطحی نسبت به اقتصاد داری. این سطحی‌گری چیه؟ شما چی برمی‌دارید؟ سطحی‌نگری اینه که شما وقتی که از اقتصاد حرف می‌زنید نمی‌تونی از جغرافیای سیاسی صحبت کنی. وقتی از اقتصاد حرف می‌زنی نمی‌تونی عوارض زمین رو نمی‌تونی ببینی. وقتی شما از اقتصاد حرف می‌زنی نمی‌تونی بگی در واقع چین چه فرقی داره اصلاً مثلا با آلمان، چین چه فرقی داره با روسیه. حالا من مثلا چین و روسیه رو یه مقایسه می‌کنم. اتفاقاً دو جور در واقع مثلا کسانی که خیلی فکر می‌کنن که باید دیدگاه‌های سیاسی داشته باشیم به اقتصاد، اینا معمولاً یه جور تجویز شرق‌گرایی برای ما می‌کنن، میگن به سمت شرق بریم. ولی حالا من تا این مسئله که مثلا معلوم میشه که باز اینجا چقدر ما فقدان دیدگاه جغرافیایی داریم. من یه مقایسه بین چین و روسیه میکنم، ولی به طور کلی ما درکی از محورهای جغرافیایی نداریم. یعنی در حتی وقتی راجع به جغرافیا میخوایم بحث کنیم، مثلا راجع به کریدورها بحث میکنیم، خب ولی کریدور که جغرافیا نیست، کریدور راهه. توجه دارید؟ یعنی کریدور رو ما راه میفهمیم. منظورتون از جغرافیا احتمالاً ترکیبی از مثلا منابع طبیعی، مثلا دسترسی‌های منظورم جغرافیا. ببینید همه اینها یعنی منابع طبیعی، عوارض زمین، شکل سرزمین‌ها، تاریخ ملت‌ها، همه اینا رو هم رفته تبدیل میشه به یک کنش سیاسی، به یک کنش انسانی در لحظه اقتصاد. توجه دارید؟ ما وقتی از روسیه حرف میزنیم باید روسیه رو در مقام رفتار روسیه رو در مقام یک کنش انسانی درک کرده باشیم. اگه ما این کار موفق نشیم انجام بدیم، حالا برای درک این شما باید به جغرافیای مثلا طبیعی اون کشور باید توجه کنی، به منابعش باید توجه کنی، به توانایی‌ها و ناتوانی‌های دانشیش باید توجه کنی، به تاریخش، به همه چیز باید توجه کنی. یه مثال میتونیم اینجا بزنیم که ذره شفاف‌تر بشه؟ بله. چون به عنوان مثال من این چین و روسیه رو با هم مقایسه کنم فقط تا اندازه زیادی باشه. ما میگیم شرق، خب ما میگیم کشور، الان برای ما اینجوریه، میگیم کشورهای غربی، کشورهای شرقی، یعنی جغرافیامون در این حد سیمپل میفهمیم، اینقدر ساده است. خب در حالی که من حالا وقتی مثلا یه مقایسه بکنم یه خورده معلوم شه وقتی که آقا مثلا ما میگیم شرق، از یه طرف میگیم شرق یعنی روسیه، شرق یعنی چین، ولی چین و روسیه اصلا ربطی به هم ندارن. بلازم در واقع کنشی که بلا انسانی که ازشون میشه انتظار داشت، اصلا دو تا بازیگر متضاد همن. شما ببینید نه اینکه منافع مشترک ندارن، نه اینکه یک محوری به نام محور شرق نمیتونه وجود داشته باشه، اتحادهای استراتژیکی بین روسیه و چین وجود نداره، نه درباره این صحبت نمی‌کنم. ماهیت اینا دو نفر آدمن، اینا دو تا موجودن بسیار متضادن با هم. شما مثلا در روسیه، اقتصاد روسیه چه جور سرزمینیه؟ روسیه یک سرزمینیه با تراکم جمعیتی بسیار پایین. اگه اشتباه نکنم 160-170 میلیون نفر روسیه جمعیت داره
بنگلادش که روی نقشه قد یه بند انگشت 165 میلیون جمعیت داره. یک کشوری بسیار وسیع، مقدار زیادی از این سرزمین غیر قابل سکونته، یعنی این تراکم پایین علامتی از سکونت ناپذیری هم هست. درست به خاطر همین دشواری که در اون سرزمین هست، یک کشوریه که درکش از خودش اینه که به این سادگی کسی نمیتونه وارد بشه به سرزمین من. تاریخ هم تجربه تاریخی هم خب داشتیم که کشورهایی که به سمت روسیه حرکت کردن دچار دردسرهای بزرگی شدن، دچار شکست بزرگی شدن. خب این سرزمینش چی تولید میکنه؟ یعنی این کشور مهمترین تولیداتش چیه؟ مهمترین تولیدات روسیه اول انرژیه، دوم غذاست، سوم اسلحه. خب چه تصویری پیدا میکنید از کشوری که خیلی وسیعه، غیر قابل فتحه، جمعیتش حساب سرزمینش کمه و منابع بزرگ انرژی داره، تولید کننده بزرگ انرژی، تولید کننده بزرگ غذاست و تولید کننده بزرگ اسلحه. این چه جور بازیگریه؟ بیشتر بازیگر نظامیه، یعنی یه بازیگر خیلی آزاده. درسته؟ یعنی هر کار دلش بخواد میتونه بکنه. این به کسی احتیاج داره، کسی که غذا داره، انرژی هم داره، اسلحه هم داره، سرزمینش هم غیر قابل فتحه. خب این یه بازیگر بسیار مستقله از لحاظ سیاست بین الملل. یعنی این میتونه هر نظمی رو به هم بزنه. این خیلی میتونه بی‌اعتنا باشه به نظم‌ها. بله. توجه دارید؟ و این یه دلالت اقتصادی داره. خب دلالت اقتصادی پیدا میکنه. این دلالت اقتصادی پیدا میکنه. الان عرض میکنم با چین مثلا مقایسه کنیم. بله. چین چه جور کشوریه؟ چین یک کشوریه 2 میلیارد نفر آدمو باید سیر کنه. جمعیت بسیار بالا. اقتصادش چجوری شکل پیدا کرده؟ چین چی تولید میکنه؟ کارخانه‌ای. همه چیز. چین چی تولید میکنه؟ همه چیز. چین میخره. همه چیز. چین کشوریه که مثل یه پارچه ابریشم چینی از ریزبافت، از نخهای بسیار نازک تشکیل شده. توجه دارید؟ برعکس روسیه که بسیار درشت بافت اقتصادش. خب در واقع ریزبافت و درشت بافت اینه که چون چین برای اینکه در واقع تولیدات خودش رو ساماندهی کنه، بعد خیلی بخره و خیلی بعد تو تجارت جهانی باشه. یعنی بی‌نهایت شریک داره. توجه دارید؟ این یعنی جهان داره، یعنی نظم. این یعنی نظم. یعنی نظم برای چین ذاتیه. چین نمیتونه بدون یک نظم گسترده چین در هم تنیده با ژئوپلیتیکشه. حالا شما اینو مخصوصا اگر شما اینو ببینید که این استراتژی که چینی‌ها اتخاذ کردن بسیار متناسب بوده با درکی که در واقع میراث فکری که دارن. یعنی شما در مثلا نگرش‌های فلسفی چین، در نگرش‌های فکری چین، قدرت با خونسردی نسبتی داره. توجه دارید؟ یعنی هم آهنگی با نظم جهان و قدرتی، درکی از قدرت در چین وجود داشته. اون درک تجسد پیدا کرده، با شرایطش سازگاری پیدا کرده. شده این چینی که ما می‌بینیم. در روسیه هم همین قابل پیگیریه که روس‌ها چرا اونجوریان. درست. خب این الان درکه. حالا دلالت اقتصادیش چی میشه؟ خب حالا دلالت اقتصادیش چی میشه؟ دلالت اقتصادیش چی میشه؟ برای ایران بررسی کنیم. به نظر شما کشوری که کشور مثل ایران، یعنی کشوری که بحران‌های بزرگی در نزدیکیش وجود دارن، یه کشوریه که اطمینان به فردا در اقتصاد ایران بسیار دشوار به دست میاد. دور تا دور، یعنی منطقه غرب آسیا به طور کلی، دور تا دور ما مینگذاری شده است. در تمام کنش‌های ما ممکن نوعی بحران بروز کنه. حالا من از شما میپرسم، به نظر شما با این بازیگر چینی‌ها راحت‌تر کار میکنن یا روس‌ها؟ طبیعتاً روس‌ها. شما با روس‌ها بهتر کار خواهید کرد یا چینی‌ها؟ طبیعتاً با روس‌ها. البته ممکن برای ما مزایایی داشته باشه کار کردن با چین که بتونیم باهاش این بحران‌ها رو کاهش بدیم. یعنی ما ببینید الان متوجه میشید که یه استراتژیایی داره به لحاظ اقتصادی وجود میاد دیگه. یعنی شما میتونی بگی آقا من میخوام با چینی‌ها کار کنم، ولی فکر نمی‌کنی با چینی‌ها میخوام کار کنم چون 2000 بیشتر گیرم میاد. فکر کنید من با چینی‌ها باید کار اقتصادی کنم، چون اگر من با چینی‌ها شروع کردم کار اقتصادی کردن، یعنی روی این نقطه تونستم فشار، اولا میفهمم این کار سختیه. از روسیه سخته. همکاری شما با چین کار واقعا سختیه. توجه داری؟ اما اگر هر اندازه شما موفق بشی این کارو بکنی، خود به خود نیروهای سیاسی که چین تولید میکنه در جهان به دردت خواهد خورد. چجوری به دردت خواهد خورد؟ آتش‌های اطرافتون رو خاموش میکنه. مگه صلح بین ما و عربستان رو چینی‌ها دلالت نکردن؟ توجه دارید؟ او احتیاج داره. او هر اندازه، حالا بعد میتونی به این فکر کنی آیا چینی‌ها به ما احتیاج دارن؟ حالا من یه توضیح بعداً میدم راجع به اینکه چینی‌ها به تا چه حد به ما احتیاج دارن.
اگر چینی‌ها به ما احتیاج دارن یعنی یک مؤلفه‌ای در چینی‌ها وجود داره برای اینکه بحران‌های اطراف شما رو خاموش کنن و شما باید در یک توازنی قرار بگیرید، چون این ممکن خیلی برای شما خطرناک باشه، چون ممکنه امتیازات ژئوپلیتیک شما رو از بین ببره. چون یکی از امتیازات ژئوپلیتیک ما اینه که ما میتونیم نظم‌ها رو به هم بزنیم. یعنی ایرانی که نتونه نظم‌ها رو به هم بزنه مثل شیریه که دندوناشو کشیدن. خب پس از طرف شما مزایایی رو حالا از طرف همکاری با چین درک می‌کنی، خطراتی رو در همکاری با چین درک می‌کنی. با روسیه باز همینطور میتونی بررسی‌های بیشتر کنی. ببینید این مثال رو زدم که به شما بگم که چطوری در واقع مسئله درک ماهیت اقتصادی کشورها و دلالت‌هایی که برای امنیت اونها داره، برای شکل امنیت اونها داره، برای شکل روابط بین‌المللی اونها داره، چطوری دلالت‌هایی رو پیدا می‌کنه در استراتژی اقتصادی ما. درسته. به قول و اما پاکستان. پاکستان خیلی کشور پیچیده‌ایه. خب پاکستان کشوریه که شما ببینید به طور کلی کشوریه که بسیار عجیب و غریب اصلا تأسیس شده. شما می‌بینید روز استقلال پاکستان یه روز قبل از استقلال هنده. یعنی در لحظه‌ای که قرار هند استقلال پیدا کنه در واقع بخش از سرزمینش جدا میشه و انگلیسان بسیار مایل بودن، یعنی هندی که قرار بود استقلال پیدا کنه میتونست اهرم فشارهایی براش ایجاد بشه. از ابتدا هم در واقع این تضاد بین هند و پاکستان در اون زمان ساخته میشه و دو طرف قابل کنترل میشن تا حدی. با کنترل، یعنی اگر انگلستان موفق میشد تضادهای بین هند و پاکستان رو کنترل کنه، بسیاری از معادلات منطقه رو میتونست کنترل کنه که همین الان هم داره این کار رو هنوز انجام میده. شما میدید دستگاه امنیتی انگلستان نفوذ بسیار زیادی در پاکستان داره. یعنی دستگاه امنیتی پاکستان دستگاهیه که تا اندازه زیادی تحت تاثیر دستگاه امنیتی غربی بوده. حالا در میانه این وانفسایی که به صورت کلاسیک وضعیت اینطوری بوده، در زمان جنگ سردم در واقع اسلحه‌های پاکستان اسلحه‌های غربی بود، اسلحه‌های هندوستان اسلحه‌های شرقی بود. یعنی هندوستان که عضو جنبش عدم تعهد بود و از پایه‌گذاران جنبش عدم تعهد بود، در مقابل پاکستانی که خودش رو بخشی از رقابت در واقع اون جنگ سردی میدید که سمت غرب ایستاده. خب حالا در زمانه‌ای که بعد از دهه 90 که فروپاشی شوروی رو شما دارید، خطری که به وجود اومد در جنوب آسیا برای اتحاد بین در واقع بلوک چین، هند و حالا ایران و این وسط پاکستان هم میپیوست احتمالاً به این بازی و روسیه، یعنی یه خطر بسیار بزرگی اینجا به وجود اومده بود. امریکایی‌ها حالا اتفاقاً با یه بحثی درباره اون خط لوله مرتبطه، چون این ماجرا یکی از محوراش پیشنهاد ایران برای خط لوله صلح بود که از ایران گاز منتقل بشه به پاکستان، به هندوستان، به چین و این یه در واقع جغرافیایی رو تاثیرگذاری زیادی در پیوستن این جغرافیا می‌کرد که خیلی خطرناک بود برای آمریکایی‌ها. خب آمریکایی‌ها بیکار ننشستن. اولا پاکستانی‌ها هیچ وقت این کار رو انجام ندادن، یعنی انتقال گازی که برای مردم پاکستان حیاتیه. مردم پاکستان در زمستان بدون گاز ایران یخ میزنن و میمیرن. توجه دارید؟ تا همین الان هم به خاطر همین با اینکه خط لوله متوقف شده، انتقال گاز از ایران به پاکستان متوقف نشده و عمدتاً به صورت فروش زمینی، حمل زمینی و مقدار زیادی هم قاچاق سوخت در واقع انجام میشه و دولت پاکستان هم آمارهای دقیقی نمیده درباره اینکه چقدر وابستگی انرژی داره به ایران. خب شما یه همچین صحنه‌ای رو داشتی، امریکایی‌ها اومدن جلو یه حرکت مهمی رو انجام دادن و اون مذاکره با هندیا بود و به اینا گفتن که آقا شما از برنامه خط لوله صلح اگه خارج بشید، یعنی بیخیال انرژی ایران بشید، ما نیروگاه‌های هسته‌ای برای شما می‌سازیم و قراردادهای بسیار کلانی رو درباره تأمین انرژی هسته‌ای در هندوستان بستن و متعهد شدن و انجام دادن. و این اولین گام بود، یا از اولین گام‌هایی بود که هندوستان رو در واقع از مدار کشورهایی که در جنوب آسیا می‌خواستن استقلال بیشتری داشته باشن خارج کرد، به سمت در واقع قطب امریکایی نزدیک کرد. پاکستان چطوری کنار رفت؟ خب وقتی که این اتفاق افتاد، استعداد برای رقیبش به وجود اومد که اونم تغییر ماهیت بده. توجه دارید؟ یعنی رقابتی که ایجاد شد مخصوصا بین هند و چین، چون تنها کشوری که در واقع عملا میتونه جلوی چین رو بگیره هندوستانه. هیچ کشوری جمعیتش مثل هند و چین نیست. یعنی هند و چین اصلا از یه لیگ دیگه به لحاظ جمعیت، به لحاظ وسعت، به لحاظ در واقع اندازه این سرزمین‌ها طوریه که میتونن با هم رقابت کنن. و هندوستان از بهترین اهرم‌ها برای کنترل چینه که امروز امریکایی‌ها سعی می‌کنن ازش حداکثر استفاده رو بکنن.
خب این منجر به این شد که چینی‌ها در واکنش به رقابتی که امریکایی‌ها به وسیله هند براشون ایجاد کردن، اهرم‌هایی رو در پاکستان جستجو کنن. یعنی پاکستان که خب به صورت عادی رقیب در واقع سنتی سیاسی هند میتونست محسوب بشه، اینجا میتونست کنتراست بیشتری پیدا کنه، تمایل پیدا کنه به چین. یه چیز دیگه هم که باید به خاطر داشته باشیم درباره تمایل چین به پاکستان اینه که چین در دریای چین جنوبی بسیار تحت فشار آمریکاست. یعنی اون کریدورهایی که اونجا هستن، سنگ مالاکا، اونجاها کاملا در واقع در رقابت نظامی بسیار مثل تنگه هرمز ماست، وضعیتش مثل خلیج فارسه. یعنی رقابت بسیار نظامی امنیتی شدیدی اونجا برقرار، احتمال جنگ‌های بزرگ اونجا وجود داره و این باعث شده که عبور و مرور تجاری چین و عبور و مرور نظامی امنیتی چین در دریاها از طریق دریاهای جنوبی خودش مختل باشه. همواره نوع اختلال سیاسی امنیتی اونجا امریکایی‌ها ایجاد کردن. کشورهای کوچیکی هم که اونجا هستن همه میترسن از عظمت چین و اینکه چین اونها رو لذا به سمت امریکا پناه میارن. لذا اون پایین یه نوار، درست مثل وضعیتی که ما با کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس داریم، اونجا برای چین وجود داره. خب در واقع عمده کشورهایی که در حوزه تنگه مالاکا هستن به نوعی توی بازی آمریکا تعریف میشن. آره، یعنی مثل خود حتی مالزی. خودشون مایلن که این کارو بکنن، چون در واقع رقیب نزدیکشون چینه. یعنی اون کسی که میتونه به سرعت اینها رو ببلعه چینه، یا مغناطیسش اینها رو در واقع در بنورده چینه. لذا چینی‌ها یک مفر دریایی هم برای خودشون ایجاد کردن. شما میدونید مسیر بین چین و پاکستان به لحاظ بلندترین کوههای دنیا ما بین پاکستان و چین هست. یعنی حالا مثلا در واقع سلسله جبال عرض کنم خدمت شما که بفرمایید اسمشو، هیمالیا که در اون منطقه قرار داره، ما بین پاکستان و چین و اون قله بسیار دشوار کیدو که کوهنوردا خیلی علاقه دارن که برن، یعنی سخت‌ترین قله دنیا میگن کیدو تو پاکستانه و این کوهستان ما بین در واقع اون باریکه‌ایه که میاد چین و پاکستان رو اونجا با هم همسایه میکنه. لذا عملاً هیچ راهی از پاکستان به چین هیچ وقت در تاریخ وجود نداشته. یعنی اونجا جای مسیری نبوده که کسی عبور کنه. درسته. چینی‌ها با یک اراده عجیب و غریبی و با اون اندازه اقتصاد عجیب غریبی که دارن به کار انداختن و در نوردیدن. واقعا کوههای شما نه فیلماشو دیدید یا نه، فیلم‌ها واقعا اصلا شگفت آوره مسیرهایی که اینا ایجاد کردن از چین به گوادر، پاکستان تا گوادر. یعنی مسیری رو ایجاد کردن به لحاظ سرزمینی در واقع توافقی که با پاکستانی کردن، در تعادلی که با پاکستانی ایجاد کردن برای دسترسی به دریا، جایی که میتونه هند و تمام اون کشورهای رقیب خودش رو دور زده باشه و به سمت دریا حرکت کنه. یعنی یه نقطه تازه‌ای رو به سمت دریا برای خودش هم باز کرده. همینه که فرمودید به این معنی که ما باید با پاکستان راحت‌تر کار کنیم به عنوان ایران. چرا ما الان پس با پاکستان انقدر روابط اقتصادیمون ضعیفه؟ میفرمایید چین الان با چین داره کار میکنه، با هند که نزدیک به آمریکاست دور شده، خب ما هم از آمریکا دوریم، به چین نزدیکتریم. یعنی همه چیز مهیاست به نظر که ما با پاکستان کار کنیم، ولی خیلی موانع به نظر جدیه. من فکر میکنم حالا البته حالا اینایی که گفتم اتفاقا از یه طرف اون جنبه در واقع غربگرای پاکستان هنوز برطرف نشده. شما نگاه کنید ببینید ما تلاشای خیلی بزرگی کرد ایران برای اینکه بتونه با پاکستان نزدیک شه. شاید مثلا اون دولت عمران خان که خیلی در واقع تلاش کرد که بتونه بیاد، اون اگر این کار اگه اون اتفاق میافتاد ایران فکر می‌کنم تمایل بالایی داشت برای اینکه عمران خان در واقع در پاکستان بیاد و زمینه در واقع بعضی همکاری‌ها به نحو بنیادین ایجاد بشه. من فکر می‌کنم اختلالاتی در پاکستان وجود داره. ببینید در واقع این که شما می‌بینید اگه این سوالو بپرسید از من به شما دو تا خاطره یادآوری می‌کنم. یه سازمانی از زمان پهلوی وجود داشت به نام سازمان همکاری‌های اکو. اعضای سازمان همکاری‌های اکو منتنش پاکستان و ایران و ترکیه هستن. یک در واقع مصوب میشه که یک خط آهن از اسلام آباد کشیده بشه تا آنکارا یا تا استانبول. تا آنکارا فکر میکنم یا استانبول خاطرم نیست. خب این خط آهن ببینید در مورد دوره پهلوی صحبت میکنیم. خب این خط آهن تا حالا 2-3 بار در مدت مثلا 60-70 سال حرکت کرده و ایستاده. در زمان پهلوی دوم فکر میکنم
یه بار این کار انجام میشه، تمام خط آهن که کشیده میشه، بعد معلوم میشه که خط آهنی که سمت پاکستان کشیده شده فاصله خطوط آهنش فرق داره با سمت ایران، یعنی از استانداردهای متفاوتی پیروی میکنه و لذا قطاری که میخواد سوار کنه از اسلام آباد باید بیاد دم در واقع مرز ایران مسافرش رو تخلیه کنه، اینا برن سوار قطار دیگه بشن دوباره. یعنی خب این چرا همچین اتفاقی میفته؟ آیا این یه اشتباهه؟ آیا این یه اشتباهه که مثلا پاکستانی‌ها نمیدونستن که اندازه خط آهن مثلا به همکاری‌های اکو چیه؟ باز بعد از اون در دهه 80 فکر می‌کنم یا اوایل دهه 90 در زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود دوباره این خط افتتاح شد و این بار اتفاقا یه قطار حرکت کرد و از اسلام آباد تا آنکارا هم رفت یا تا استانبول هم رفت، یادم نیست مقصدش کدوم طرف. فکر می‌کنم یه سال هم کار کرد ولی بعد دوباره متوقف شد. به چه دلیل متوقف شد؟ فکر می‌کنم ناامنیایی در بلوچستان به وجود اومده بود، در بلوچستان پاکستان فکر کنم حتی خط منفجر شد. من یه مثال باز اقتصادی برای شما بزنم. انتقال رو مسئله انرژی، ببینید انرژی یکی از مهمترین مسائلی بوده که به لحاظ اقتصاد کلان میتونسته ببینید این حرفایی که بعضی وقتا میزنیم، این حرفای زشتی که میزنیم برای سیاست‌های کلان اقتصادهای جغرافیایی که مثلا میگیم آقا بازارچه‌های مرزی، آقا مثلا مردم اینجا با مردم اونجا، این که اقتصاد ملی تولید نمیکنه که. این اصلا این کسی اگه این جمله رو بگه یعنی داره ما رو مسخره میکنه. باید ایستاد جلوی کسی که همچین حرفایی میزنه. اصلا متوجه نشده اصلا نمیفهمه، اصلا هیچی نمیفهمه، یا ما رو یادم هیچی نمیفهمه تصور کرده یا خودش واقعا هیچی نمیفهمه. درست. اون چیزی که میتونه اقتصاد ایجاد کنه ما بین ایران و پاکستان مثلا ماجرای انرژیه. گزینه‌های دیگه هم هست من میگم خدمتتون. خب در ماجرای انرژی شما عین ماجرایی که من براتون روی خط آهن گفتم، روی خط لوله صلح هم شما میدونید ما لوله اگر خط لوله بین ایران و پاکستان کشیده میشد اتفاق جغرافیایی اقتصادی بسیار بزرگی میافتاد، بسیار بزرگ. حالا اگه یکم مکانیزمش هم براتون توضیح میدم، مکانیزمی که ما نمیشناسیم و نمیدونیم اقتصاد چجوری دلالت سیاسی خودش به دست میاره. من یه مثالی هم اونجا میزنم. اگر خط لوله کشیده میشد وضع کلا فرق میکرد ما بین ما و پاکستان. خب شما میدونید ما خط لوله رو کشیدیم، یعنی سمت ایران تا مرز پاکستان کشیده شده، آماده است، آماده بهره برداریه. پاکستان هیچ کاری نکرده برای کشیدن خط لوله، با اینکه این گاز رو پاکستان احتیاج داره. الان پاکستان داره خیلی گرونتر و با دشواری بیشتری این گاز رو میخره. اعلام کرد که من پول ندارم برای اینکه این کارو انجام بدم. ایران اعلام کرد آقا سمت پاکستانش من خودم پولشو میذارم بکشیم، بعد روی مبادلاتی که داریم با هم حساب میکنیم. ولی این خط لوله هرگز کشیده نشد. اینجا یک در واقع میخوام به شما بگم چطوری معادله‌های امنیتی سیاسی مداخله تام میکنه در اتفاق افتادن. اصلا اینطور نیست که پاکستانی‌ها بشینن 2 تا 4 تا کنن یا این به نفع ماست یا به ضرر ماست، مثلا این چون سودش کم بوده ما این کار نکردیم، مثلا اینو بریم از الان چجوری تامین میکنه؟ زمینی از ایران، قاچاق از ایران با قیمت بسیار گرانتر از عربستان خریداری کنه. اصلا این معادله‌های خیلی پیچیده‌ای رو داره انجام میده برای اینکه تن به این معامله نده. و چرا تن به این معامله نمیده؟ به خاطر اینکه اون معادله‌های اقتصادی که دستگاه حاکم پاکستان بر اون متکیه اقتضا نمیکنه که رابطه در واقع چنین رابطه بین جغرافیای ایران و جغرافیای پاکستان به وجود شما بیاد. مسئله رو یه مسئله امنیتی داخل پاکستان می‌دونید الان. اینطوره. من یه مسئله امنیتی نه فقط داخل پاکستان، به نقش پاکستان در جغرافیای جنوب آسیا مربوطه. چه بسا کسی بگه که پاکستان در واقع باید همواره نوعی نقش حائل بین جمعیت شرقی و ایران ایجاد کنه. ببینید در شرق ایران در شرق خودش تا هندوستان پیش میرفته. شما ببینید در زمانی که انگلستان در هندوستان بود، یکی از مهمترین کارهایی که وظیفه خودش میدونست با قدرت تمام انجام بده ایران زدایی هندوستان بود. اصلا رسمیت دادن و تقویت زبان اردو که امروز زبان رسمی پاکستانه در هندوستان، متمایز کردن جمعیت مسلمان هندوستان به عنوان پاک‌ها و هویت‌های در واقع هویت‌هایی که میتونست هویتی در واقع هویت‌های محلی محسوب بشه. به نوعی من اینطوری میتونم بگم، یعنی تقویت هویت‌های محلی در هندوستان. چرا؟ چون مثلا نشنالیتی جدید درست کنه، به اون نشنالیتی هندوستان از بین ببره. توجه دارید؟ یعنی هندوستان خودش رو در مقام کل به سادگی درک نکنه. شما در زمان گورکانیان، این که دارم میگم یعنی دقیقاً زمانی که انگلستان وارد هندوستان شده، درسته. در زمان گورکانیان هند اکبرشاه گورکانی به زبان فارسی دیوان شعر داره. شما این تاج محل رو یه اصفهانی ساخته. زبان فارسی زبان رسمی هندوستانه.
خب این درکی که در واقع از خطر مغناطیس ایران به سمت شرق وجود داشته با پاکستان دفع شده، با ایجاد دره‌هایی که فقط مسئله پاکستان هم نیست، در خود پاکستان هم شما نزدیکترین شهر ایران به نزدیکترین شهر پاکستان چقدر فاصله داره؟ نمیدونم. اگر اشتباه نکنم نزدیک 200 کیلومتر فاصله داره. نزدیکترین شهر پاکستان و نزدیکترین شهر افغانستان چقدر فاصله داره؟ اگر اشتباه کنم 8 کیلومتر فاصله داره. چرا بین نزدیکترین شهر ما و نزدیکترین شهر پاکستان 200 کیلومتر فاصله است؟ چون همواره بلوچستان پاکستان و سیستان بلوچستان ما ناامن بوده و این یعنی جمعیت از اونجا خالی شده. یعنی ما یک سرزمین سوخته حائل ما بین جمعیت شرقی ایران و جمعیت داخل ایران داریم. خب شما الان اگه اصلا بخواید سیاست بسیار پایدار جغرافیاییه، درسته که از قدیم هم پیگیری می‌شده. من نمیگم حالا الان ما به نظر شما مثلا فقط مربوط به روابط هند و ایران هم نیست. تعادل‌های جغرافیایی که اینجا وجود داره اقتضا می‌کرده کشوری به نام پاکستان وجود داشته باشه. در مورد کشور پاکستان هم اقتضا می‌کرده که بلوچستان ناامن و سیستان بلوچستان ناامن وجود داشته باشه. درسته. الان شما می‌خواید بگید که ما پاکستان چه مسائلی باید حل کنیم که به راهکار تجاری برسیم، چی میگید؟ به نظرتون چه مسائلی اولویت داره؟ ببینید من فکر میکنم ما باید توان سیاسی خود ببینید. ما مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که فکر نکنیم همه مدل‌ها اقتصادی ان. این مهمترین کاری که باید انجام، یعنی خیال نکنیم اقتصاد یعنی همین مدل ریاضیه که توی دانشگاه ما یاد میگیرن. حسابداری و اقتصاد خود. آفرین ریاضی نیست فقط. یه عالمه علوم انسانی هم هست. یه عالمه انسان هم هست. یه عالمه سیاست هم هست. خب اگه بخوایم وارد بشیم جزئی ما توان سیاسی خودمون رو باید بتونیم به کار بندازیم. ما با کشورهایی که کار میکنیم باید هم اون کشورها رو در کل بشناسیم هم اجزایش رو بشناسیم. من یه مثال دیگه برای شما میزنم. شما هیچ وقت از خودتون آیا به همین سادگی ما چون شیعه یه سری شیعه هم تو پاکستان هستن، مثلا شیعه ما متابع شیعه پاکستان شاید هم یه راه حل باشه، ولی ما آیا همین قدر وقتی ساده راجبش حرف میزنیم نشون نمیده که ما چقدر اهرم‌های خودمون رو در داخل پاکستان برای اینکه بتونیم روابط عمیق‌تری رو در اون جامعه تولید کنیم، در اون بافر اقتصاد سیاسی تولید کنیم نمیشناسیم یا کم میشناسیم؟ چقدر کمکاری کردن دستگاه‌هایی که متولی در واقع مسائل اقتصاد داخلی پاکستان و ارتباطش با ما بودن. یعنی من میگم فقط وقتی شما میتونید واقعا با پاکستان کار کنید که با سیاست داخلی پاکستان ارتباطی گرفته باشید. حالا پاکستان یه مورد دشواره. یه چیز دیگه غیر از انرژی هم من بگم که اخیراً اتفاق افتاد الحمدلله، یه چشمش نکنیم، در مسئله غذا بود. پاکستان تولید کننده بزرگ غذاست، مخصوصا در بخش گوشت. پاکستان مقدار بسیار زیادی گوشت ارزان تولید میکنه، در حالی که ما گوشتمون از برزیل وارد میکنیم. این که جغرافی نفهمی ما که ما با برزیل الان چه مثلا جغرافیایی رو کجا میخوایم، اصلا ما به این فکر نمیکنیم. ما فقط عدد ما، یعنی شما برید من بودم من رفتم این کارا رو کردم شخصا، مثلا برید بگید که آقا فلان مثلا محموله رو میخوایم وارد کنیم، از شما هیچ پیوستی در اون واردات وجود نداره که پیوست سیاسی اون واردات باشه. هیچ پیوستی وجود نداره که به شما بگن آقا اگه شما فلان جا بریم ما تسهیلات بیشتری میدیم. یعنی شما مسئله اینه که انگار همواره ما توی مسائل اینطوری انگار که عقبیم از صحنه و با یه عجله آقا مثلا از استرالیا بخریم، از برزیل بخریم. من خودم این کار یه بار رفته بودم نهبندان واسه در واقع وزارت بررسی تجارت شتر رو داشتم اونجا می‌کردم، دیدم که اصلا تجارت شتر ممنوعه خیلی تای ما از پاکستان. یعنی یه جایی که میزان زیادی گوشت شتر تولید میکنه اصلا میبینی که هیچ خبری نیست، نمیتونه یه شتر از اون ور بیاد این ور. حالا این مسئله این هستش که در واقع پاکستان باز یکی از کارهایی که کرده اینه که سیاست در واقع ممنوعیت گذاشته روی انتقال دام زنده از پاکستان به ایران و جالب اینه شما بدونید کشتارگاه‌های بسیار زیادی ایرانی‌ها زدن چون قبلا این قانون نبوده و از پاکستان دام می‌آوردن اونجا کشتار می‌کردن و می‌افرستادن. الان کل اون کشتارگاه‌ها بیکارن، به جز بخشی که به صورت در واقع مردمی مجوزهای کوچیکی وجود داره که میتونن دام بیارن. ولی یه کار دیگه که میشد کرد حضور در زنجیرهای ارزش غذایی پاکستان بود. ما یه دوره پیشنهادی رو دادیم به بعضی دوستان، یه کاری هم انجام داد. آقای پیمانپاک یه زحماتی رو اون دوره کشیدن که مسئولیت داشتن، واقعا به نظر من کار خیلی خوبی رو انجام دادن در دوره سازمان توسعه تجارت. بله که نه در دوره قائم مقام وزارت کشاورزی. درست. در دوره که قائم مقام وزیر کشاورزی بودن، برای اینکه آقا شما در زنجیره‌های ببین ما هم میریم گوشت می‌خریم، خب شما چرا نمیتونید در زنجیره‌های ارزش اون کشور شریک بشی؟ یعنی شما صاحب بخشی از تولید بشی در یک کشور. یه پیشنهاد اینطوری بود، منجر به اون نشد. گام اولش این بود که شما توی اون کشور کشتارگاه داشته باشی. گام دومش این بود که مثلا فرض کن شما بتونی بخشی از دام رو داشته باشی. گام سومش این بود که شما بتونی مثلا مراتع داشته، یعنی میتونید این زنجیره رو دائما بزرگش کنید.
ولی یه اتفاقی حداقل اتفاقی افتاد و اون این بود که مقدار زیادی ما واردات گوشت از پاکستان تونستیم داشته باشیم. وارداتی که وقتی میگفتیم چرا نیست، یعنی گوشت پاکستان بسیار ارزان‌تر هم بود. وقتی بهش میگفتی چرا نیست، میگفتن آقا گوشت پاکستانی آلوده است. من مطمئنم این اسلحه در آینده هم باز استفاده خواهد شد در داخل از طرف نیروهای، چون نیروهای سیاسی فقط که تو پاکستان نیستن که تو داخل هم هستن، برای تخریب رابطه اقتصادی بین ایران و پاکستان، چون غذا مسئله استراتژیکی میتونه پیوند جغرافیایی ایجاد کنه. حتی ممکنه اون ناامنی‌ها رو هم یواش یواش کم رنگ کنه. بله. و در واقع روی گوش گفتم خب اشکال نداره که نماینده وزیر بهداشت رو بفرستن اونجا. بگه این کار آقای استاندارد پیمانپاک کرد. این کار آقای پیمانپاک کرد، یعنی نماینده رفت اونجا کشتارگاه‌ها رو بررسی کرد، بعضی کشتارگاه‌ها رو در واقع گفتن اینا مناسبن، شرایط رو اعمال کردن، ناظر اونجا گذاشتن و بعد شروع کرد کار کردن. الان داره کار میکنه، مقدار خوبی میتونه تامین در واقع گوشت ایران رو داشته باشه. من امیدوارم حالا ما موفق بشیم تو این زمینه. باز غذا یه لول ضعیف‌تر از انرژی ها، غذا یه لول ضعیف‌تر از انرژی، اصلا اندازه اقتصادش قابل مقایسه نیست با هم. ولی غذا به لحاظ اینکه استراتژیکه خب ما میتونیم اینجا به پاکستان پیوند بخوریم در واقع از لحاظ ژئوپلیتیک. ببینید یه جنبه دفاعی هم داره، یعنی غیر از جنبه حالا شما میگی من با پاکستان پیوند می‌خورم، اصلا قبل از اینکه بخوای با پاکستان پیوند بخوری شما از کارگیل کانادا خرید کنی بهتره، از استرالیا خرید کنی به لحاظ روز جنگ وضعیت کدوم وضعیتو بدتر میکنه؟ از پاکستان گوشتو خریده باشی، یعنی با بازی رو اونطوری چیده باشی، یا از استرالیا ممکنه استرالیا به شما گوشت بده در روز جنگ، ممکنه کارگیل کانادا به شما غذا بده روز جنگ. از من تمام میکنه که نده. تمام میکنه چیه؟ اصلا اون اومده شما رو از بین ببره، اون جزو محوریه که میخواد روز جنگ اگه بشه حتما استرالیا جزو اون کشوریه که میخواد شما رو از بین ببره. دقیقاً. من یه مثال بامزه می‌خواستم براتون بزنم توی ماجرای روسیه. بله. اینکه ما میگم ما کشورها رو نه در کلیتشون درکی ازشون داریم در معادله‌های اقتصادیمون، نه در اجزایشون مخصوصا. شما نگاه کنید در روسیه شما دیدید مثلا ما راجع به روسیه خیلی حرف میزنن تو ایران، ولی همیشه میگن روسیه. آیا روسیه یه چیزه؟ اگه یه نفر مثلا تو روسیه بگه ایران وقت مثلا و تکثرهای سیاسی رو نبینه که مثلا شما توی ایران مثلا حسن روحانی داری، محمود احمدی نژاد داری، نمیدونم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داری، نمیدونم بازیگرا رو نشناسه، آیا ممکنه بتونه واقعا تصمیم درستی درباره تعامل با ایران بگیره؟ آیا چقدر خودش محروم کرده از اهرم‌هایی که میتونه به لحاظ سیاسی داشته باشه در مذاکرات اقتصادی که میتونه باشون داشته باشه؟ درباره روسیه الان شما مثلا یکی از چیزای خیلی جذاب که من ندیدم، شاید در مملکت هست از بی اطلاعی من احتمالاً، ولی اگه نیست خیلی عجیبه. شما مثلا یه چیزی داری به نام لابی ارمنی‌های روسیه، ارمنی تبارهای روسیه. خب شما مثلا اونجا می‌دونید لابی یهودی داری، لابی یهودی در واقع روسیه خیلی قدرتمنده. مثلا لابی‌های کوچکتر مثل لابی‌های آذری‌ها رو داری. مثلا توی بازار میوه روسیه اگه کسی تجربه کرده باشه، یکی از موانع صادرات بعضی از محصولات کشاورزی ایران به روسیه اینه که آذری‌ها در واقع لابی آذری‌ها بخشی از تعادل سیاسی داخل روسیه هستن که منافع اقتصادی محصولات کشاورزی بهشون از طرف حکومت قبلا اعطا شده. شما به سادگی نمیتونی اون رو از آن خودت کنی. شما اونجا که میری اگه بچه‌ای که تجارت مثلا محصولات اینطوری کردن بپرسید، همه بهتون میگن که مثلا به محض اینکه محصول فرض کن فلان میوه ایران میره اونجا، یه دفعه آذری‌ها اونجا دامپینگای شدید میکنن و مثلا شما شکست میخوری تو فروش کار. یه رقابتی هم با اسرائیل داریم، چون اسرائیل هم توی مثلا یه مورد، حالا اینا دیگه موارد خیلی خورده، مثلا روی فلفل دلمه‌ای که متاسفانه از محصولاتیه که ما بهش خیلی وابسته در واقع افتخار میکنیم که داریم به روسا صادر میکنیم. خب روسیه در فصل‌هایی که مصرف از ایران و از اسرائیل خرید میکنه، این یه دوره مثلا اسرائیلیا محدودیت‌هایی رو روی بار ایران ایجاد میکنن، اونجا یه رقابت اینطوری وجود داره. یکی از لابی‌های قدرتمندی که در روسیه وجود داره، لابی بسیار قدرتمندیه و نه فقط در روسیه، اتفاقا در بقیه دنیا هم جزو لابی‌های قدرتمنده، لابی ارمنی تبارهای روسیه است. ارمنی‌ها به واسطه رقابت جغرافیایی که با ترکیه داشتن در طول زمان و هژمونی که روسیه روی اونها اعمال کرده، اینا سنگ تعادل سیاسی خودشون رو ایران میدونستن. قبل از این وضعیتی که حالا جدید به وجود اومد، الان دوباره باید برآورد شه که ما با ارمنی‌ها چندیم در ارمنستان، ولی اینها ایران رو سنگ
تعادل استقلال خودشون، استقلال در واقع قومیتی خودشون میدونستن. بعضی از عناصر اینا رو من در روسیه رصد میکردم، موضع‌گیریایی که میکنن شما فکر میکنید مثلا سرمقاله کیهان طرف داره مینویسه، یعنی خطاب مخاطب روس ها، خطاب مخاطب روس، خطاب مخاطب ارمنی، حمایت عجیب و غریب از ایران، از جمهوری اسلامی ایران. خب ما چون اقتضا میکرده که این کار کنه، چون اصلا بعد با کارت ایران بتونه تو روزنامه بازی کنه. بتونه بازی کنه. ولی ما چقدر با کارت اونا تو روسیه بازی کردیم؟ هیچی. من ندیدم. میگم شاید از کم اطلاعی من شاید خیلی داریم بازی میکنیم. مثلا ندیدم کسی وقتی میگه روسیه، مثلا بریم روسیه، مثلا ندیدم بگن آقا بریم روسیه با فلان جریان روس مثلا، یا مثلا وقتی یه نفر یه تاجری رو معرفی میکنه بهت که آقا بیا مثلا از روسیه، مثلا هیچ وقت نمیگه که این از کجای روسیه، این از کدوم نقطه جغرافی سیاست داخلی روسیه است. در واقع شما می‌فرمایید اگه ما می‌خوایم بازی بین‌الملل رو به هم بزنیم و نظم جدید برقرار کنیم، نیاز داریم که نظم داخل اون کشور رو بشناسیم و از اهرمامون به نفع خودمون به درستی استفاده کنیم. حتی نه اینکه نظم جهانی رو به هم بزنی، شما اصلا با یه نفر که می‌خوای تعامل کنی، شما نقطه قوتش بدونی، نقطه ضعفش بدونی دیگه. و اینکه کجا میتونی باش فشار بیاری. دقیقاً حالا که ببین همه دندونای ما شمردن. ولی ما هیچ یعنی همه میدونن وقتی میان ایران فقط باید بگیرن. آفرین. نه چطوری این کار انجام بدن، یعنی با کدوم جریان چطوری اهرم فشار درست کنن روی کلیت در واقع روی ملت ایران، روی جمهوری اسلامی ایران، روی حکومت ایران. اینو بلدن. چطوری با اهرم‌های داخلی ما بازی کنن. میدونن که مثلا با اصولگراها چطوری میتونن بازی کنن، با اصلاح طلبه چطوری میتونن بازی کنن، با مثلا فرض کن باند کرمان چجوری میتونن بازی کنن، با باند میدونن فلان چجوری میتونن، همه رو میشناسن. خب خیلی هم میشناسن، ما نمیشناسیم، ما نمیکنیم این کارو. و در واقع یه جور شلختگی جغرافیایی و سیاسی بسیار وحشتناک در اقتصاد ما وجود داره و و این به نظر من بیش از هر چیزی به وسیله ایدئولوژی که در اقتصاد امروز در ایران، ریاضیوارگی اقتصاد بزرگترین ایدئولوژی اقتصادیه که وجود داره. یعنی با اینکه این نگرش همواره میخواد خودش رو دور کنه از سیاست و بگه اقتصاد اصلا سیاسی نیست، من میگم مهمترین اهرم سیاسی که علیه ایران امروز داره کار میکنه ایدئولوژی ریاضیوارگی اقتصاده. هم دانشجویان رو اینطوری تربیت میکنه، هم اساتید بهش ایمان دارن. در واقع اقتصاد منفک از کسب و کار و بازار. اقتصاد منفک از انسان. اقتصاد منفک از انسان. بله، بازار همینه دیگه. یعنی اگه مثلا اقتصاددان میرفت تو بازار دو تا معامله میکرد، میدید قضیه خیلی خونین‌تر از اینیه که تو کتابا هست. منتها آقای دکتر یه مقداری اگه موافقید بحث عمومی تر کنیم، ما تو لایه سیاست‌های خودمون و سیاست‌های تجاری که داریم چه مقدار موانع ایجاد کردیم برای کار با دیگران. خب یعنی ممکنه یه بار مباحث سیاسی رو مطرح می‌کنیم از همین جنسایی که تا الان بحث کردیم تو بحثمون. یه موقعی هم هست واقعا موانع شاید هم مبدأ سیاسی داشته باشه، شاید همون در واقع بازی به هم زن اومدن قواعد ما رو جوری چیدن که کار نکنیم. ولی نقش اینا رو چقدر پررنگ می‌دونید؟ کدوم به نظرتون اصلیه؟ من فکر می‌کنم مسئله اتفاقا من می‌خوام چیزی که می‌خوام بگم این نیستش که بقیه بازی ما رو به هم زدن. اتفاقا من بقیه کار خودشون می‌کنن. مسئله من ناگاهی ماست در صحنه اقتصاد. ما نه پول می‌فهمیم، پول به شدت شما ببین همین در واقع این که من میگم این ایدئولوژی ریاضیوارگی اتفاقا چیزی نیست که بگم فقط ما بهش دوچاریم. ما خیلی جذاب شاید باشه براتون. ما ایراده خودمون رو میگیم، مثلا خیلی میگم بقیه همه درسته اوضاع احوالشون، اینطوری نیست. یعنی چینی‌ها اشتباهات بزرگ خودشونو دارن، روس‌ها اشتباهات بزرگ خودشونو دارن، امریکایی‌ها اشتباهات بزرگ خودشونو دارن، رژیم صهیونیستی اشتباهات بزرگ خودشو داره و اون تو که حالا مال رژیم صهیونیستی معلومه، چون الان دیگه یه وضع مختلی اون تو که همه چی داره دیده میشه شده بیرون. ولی در مورد مثلا امریکا من مثال بزنم، همین ایدئولوژی ریاضیوارگی پدر امریکایی‌ها رو درآورده. یعنی خود امریکایی‌ها به این حرفا که میزدن بعضی وقتا باور کردن. یعنی شما ترامپ یه طوری واکنش خیلی شدیدی به این ریاضیوارگی اقتصاده. توجه دارید تو دانشکده اقتصاد دانشگاه‌های ما میشینن اشتباهات ترامپ رو میشمارن. یعنی اینقدر مسئله خنده‌دار شده. یعنی ما یه طوری ایمان آوردیم به اون معادله که وقتی جلوی چشم واقعیت داره رقم میخوره میگیم که خب این مثلا داره شما کنه. ولی شما نگاه کنید در دستگاه در واقع تصمیم گیری اقتصادی امریکایی‌ها به شدت اخیراً دارن به سمت توسعه صنعتی اقتصادی میرن، صنعت داخل رو تقویت کنن، حرف از تولید داخل بزنن، فقط طرفای
چیز نیست، ترامپ نیست. قبل از اینکه ترامپ بیاد سر کار، معاون امنیتی اگر اشتباه نکنم رئیس جمهور بایدن سخنرانی داره و اونجا هم اعلام میکنه که ما به چینی‌ها اینو باختیم که ما فکر کنیم همه چیز عدده، ما فکر کنیم ما فقط پول اگه کنترل کنیم همه چیزو کنترل میکنیم، در که تولید قدرت خودش رو در چین داره نشون میده علیه معادله پول. و این اقتصاد در واقع اونجا هم کار کرده. منفی اشتباهات ما چی بوده به نظرتون اگه بخوایم اصلی؟ من میگم مهمترین اشتباه ما همینه که ما بیشتر از هر کشوری در دنیا دوچار این قفلتیم. رفتار شلخته ما و این که ما در واقع بعد کسانی که مثلا فرض کنید که میخوان بگن آقا نه اصلا اقتصاد ریاضیواره غلطه، حرفایی میزنن که بر مبنای با سیاست نیست، بر مبنای تولید قدرت ملی نیست. اون چیزی که باید مبدأ مختصات محاسبات اقتصادی ما قرار بگیره افزایش قدرت ملیه. یعنی ثروت فقط وقتی شما میخوای قدرت تولید کنی ثروت تولید میشه. کسی که دست میکشه از اینکه یا یه راه دیگه هم داری کلا صرف نظر کنی از اینکه بازیگر سیاسی مستقلی بشه، خیلی از کشورهای دنیا هست و تابع بشی. یعنی واقعا معادله اینطوریه که شما وگرنه ثروت فقط از ناحیه پیوندی که با قدرت داره به دست میاد. هر کس رابطه قدرت و رابطه و ثروت رو از هم سوا کرد و مثلا حرفای تخصصی صرفاً زد یا اینطور، این قطعاً به ضرر ما تمام میشه. ما چرا اون طمع قدرتی که داریم بالاخره داریم، بله، ما دایه بله. داره بالاخره یه نظم جدیدیم تو دنیا. بله. چرا این تبدیل نمیشه به یه تجارت بزرگ؟ چرا تبدیل نمیشه به به خاطر اینکه ما به نظم در واقع ما به یه نوعی از اقتصاد تکیه داریم و اون اقتصاد نفتی که داشتیم از قبل. حالا این اقتصاد نفتی مریض شده، تحریم شده. ما مهمترین کاری که در تحریم کردیم اینه که تحریم رو دور بزنیم. یعنی چی؟ یعنی من میخوام نفت فروش باقی بمونم. توجه داری؟ ما یک شیوه ثروت اندوزی بلدیم الان. هیچ شیوه دیگه بلد نیستیم. چرا این شیوه چطور میتونه منجر به اشتباهات بشه؟ اینطوری که چون در واقع شما احجام بسیار بالایی از انرژی رو به صورت بزرگی میفروشید و این در واقع ثروتی که ما به ازای فروش، این ثروت ممکنه برای تمام ملت ایران یا برای آباد کردن تمام ایران اصلا کافی نباشه، ولی وقتی این ثروت میاد در دست حاکمیت میتونه پروژه های امنیتی خودش رو به نحو مستقیم به پشتیبانی این ثروت در واقع پشتیبانی کنه. توجه دارید؟ لذا معادله های واقعی امنیتی رو از دست میده، یعنی در یک فضای انتزاعی امنیتی قرار میگیره. این باعث شده که معادله های امنیتی ما به شدت نظامی بشن و جنبه های اقتصادی خودشون رو به شدت از دست بدن. به دلیل اتکا به نفت. ببینید ما دو سه تا چیزو داریم. بله، ما دو سه تا چیزو داریم از دست میدیم. اتکای امنیت به جامعه. اصلا سیاست‌های جامعه زدایی با شدت زیادی، این مسئله در سیاست داخلی ماست، به شدت در ایران داره اجرا میشه. من معتقدم همه این طرحی که میاد به مردم امتیاز میده. هر طرحی که میاد به مردم امتیاز میده، به جای اینکه مردم رو برپا کنه، به جای اینکه بتونه در واقع مدیریت کنه که یه کاری کنه. بله، بردوش دعوتی برای مردم داشته باشه. میاد به مردم امتیاز میده و به این کار در واقع به جای اینکه ما بخوایم بار توسعه رو خیلی موقع رو دوش مردم بذاریم، میگیم بیا چجوری بهتون امتیاز بدیم. من مایلم بگم به جای بار توسعه بگم قدرت ملی که ناشی از توسعه اقتصادیه. توجه دارید؟ یعنی نه توسعه میتونه کلمه‌ای باشه که اینطوری هم هست الان تو تداول فارسی که الان وجود داره، علم اقتصادی که الان هست. توسعه یعنی که مثلا دو تا خیابون بکشن، یه برج خلیفه بسازن، نمیدونم یه استادیوم فلان، مثلا این انگار استادیوم، مثلا دو تا آبشیرین کن بزنن، مثلا این میشه توسعه. اینجا ما داریم درباره نقطه‌ای صحبت می‌کنیم که لحظه پیوند قدرت و ثروته. لحظه پیوند قدرت. امکان نداره کشوری قدرت نداشته باشه و ثروت داشته باشه. این امکان نداره. یا کسی به نیابت از یا اون قدرت رو واگذار کرده و به نیابت از کسی در واقع داره زندگی میکنه، یا اینکه مبدأ ثروت قدرته. خب شما داشتید میفرمایید که ما به خاطر نفتی بودن همه چیزو در واقع پیدا کردیم. یک، به جامعه اتکا نداریم. دو، امنیت ما به اقتصادمون مربوط نیست. یعنی شما ساختار اقتصادی اگه نابودن باشه، فقط نفت بفروشی، به اندازه‌ای که بتونی برنامه‌های امنیتی خودت رو مستقیما اجرا کنی. خب و این تبدیل به پروسه ضد امنیتی میشه در بلند مدت، چون جامعه شما وقتی از هم بپاشه، این همه که حرف زده میشه راجع به اینکه در جامعه شکاف‌های اجتماعی وجود داره، یکی از بدترین اتفاقاتی که افتاده اینه که ما راه حلش رو در حوزه فرهنگ جستجو می‌کنیم.
خب شاید یعنی میخوام اینجا یه ذره بحث رو جلو برم، شاید گفته باشه که خب ما بدون در واقع این سیاست نفتی که داشتیم به این سرعت نمیتونستیم جلو بریم. حرف درستی هم هست، اصلا باید این کارو میکردیم. منتها اگر ما این درک رو داشته باشیم که اقتصاد فقط رتق و فتق کردن شکم مردم نیست، فقط ساختن چیزهایی که نیاز داریم نیست، بلکه با موجودیت ما ذاتاً گره خورده. یعنی ما بفهمیم که اقتصاد تا چه پای امنیت رو تولید میکنه، تا چه پای با سیاست شما گره خورده، اون وقتی اون پول نفت رو تبدیل به ابزارهای امنیت ساز خودت میکنی، اون ابزارهای امنیت سازت رو باید بتونی در واقع برگردونی به تشکیل معادلات اقتصادی که امنیت شما رو پایدار میکنه. در واقع اقتصاد همیشه در این حد مهم بوده که معیشت در واقع حداقل خودش برقرار بشه. بله. اینکه اقتصاد میتونه معادلات سیاسی رو چیز کنه به خاطر همین نفتی که ما داشتیم بسیار نادیده نادیده گرفته شد. یعنی ما مادامی که نفت بفروشیم، یعنی ما رو این معادله رو بستیم انگار من مادامی که نفت بفروشم امنیت رو برقرار میکنم، در حالی که این معادله غلطه. محدودیت‌های خودش رو نشون داد. یعنی تحریم‌ها ما خیال می‌کردیم که اون نمیتونه نفت ما رو قطع کنه، بالاخره دستکاری کرده، ماجرای نفت ما رو به شدت ما رو به دردسر انداخت و مدتی مختل کرد. حالا الان بهتر شدیم، دردسرهای بزرگی ایجاد کرده. معادله‌های سیاسی همین درست کرده. همین امروز شما 91% از نفت تو داری می‌فروشی به چین. شما می‌بینید 91% از نفت تو وقتی می‌فروشی به چین چقدر عدم توازن برای شما تولید می‌کنه به لحاظ سیاسی. باید نفت اهرمه. ببینید این باید یه باید سیاسیه. یعنی اگه حکومت ما میخواد جمهوری اسلامی ایران باقی بمونه، اگه ما میخوایم چیزی به نام کشور ایران و جامعه ایران باقی بمونه، هیچ راهی نمونده و بسیار دیر شده برای اینکه اون چه در توانمون هست از نیروی دانش، از نیروی نظامی، از نیروی امنیتی، از ثروت خدادادی که داریم، اینو به کار بندازیم برای ایجاد یک حرکت سیاسی اقتصادی که با امنیت ما رابطه داشته باشه، نه اینکه متغیراش مستقل از امنیت ما تعریف بشه. تمام کسایی که علیه سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور در واقع فعالیت میکنن در ایران، حالا چه اونایی که داخل جمهوری اسلامی محسوب میشن، چه اونایی که اپوزیسیون محسوب میشن، همه اینها معادله‌های اقتصادی رو به عنوان جایگزین تجویز میکنن که مستقل از هر معادله امنیتی. یعنی به شما میگن آقا بذار همه چیز رو رها کن، بذار اقتصاد کار خودش رو بکنه. توجه دارید؟ این در واقع این دو تا لبه قیچی داره قیچی میکنه ایران رو. درست. من دو تا سوال نهایی بپرسم بحث رو در واقع پایان بدیم. ببین یه در واقع مجموعه‌ای از انگاره‌ها در جامعه ایران وجود داره که یه ذره متناقضه. مثلا فرض فرمایید عمده جامعه ایران با واردات مخالفه. خب یعنی از لحاظ ذهنی مخالفه، شاید عملاً داره استفاده میکنه. بعد از طرف دیگه بخشی از جامعه ایران با صادرات هم مخالفه. از اون ور با سرمایه‌گذاری خارجی، حالا هر کدوم دلالت‌های دیگه، مثلا میگن صادرات بالاخره سفره مردم رو داریم جمع می‌کنیم میدیم به خارجی. واردات میگن بالاخره اینجا ما کسب کاری را انداختیم، نمیتونیم که همش واردات کنیم. یا از اون ور حتی ما هم با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران ما مخالفیم، بعضا حتی با سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در خارج مخالفیم. یعنی هر کی یعنی ما سرجم که می‌بینیم ما جنبندی روشنی راجع به اینکه تجارت خارجی می‌خواد چی باشه نداره. شما چقدر این در واقع مسائلی که انگاره‌های عمومی هم هست به نظر و سایه انداختار جدی می‌بینید و کدوماش به نظر شما اصلیه؟ ببینید همه اینا ناشی از اینه که ما اقتصاد رو فقط شمردن اسکناس می‌دونیم. یعنی شما فقط هی حساب می‌کنی میگی، یعنی مثلا میگن آقا فرض کن واردات خوب نیست، یا به جای اینکه وارد کنی اگه مثلا خودت تولید می‌کردی مثلا در تولید داخلی سود ایجاد میشه. میگه آقا صادرات خوب نیست، میگه آقا این چیزی که داری صادر می‌کنی چرا اینقدر صادر می‌کنی، با سوبسید داری صادر می‌کنی، منابع فلان. در حالی که یعنی اون چیزی که فاقدش هستیم و بهش احتیاج داریم یک برنامه اقتصادی که با درک جغرافی سیاسی خودمون و دیگران تولید شده باشه. اونجا واردات باید جای خودش رو پیدا کرده باشه. یعنی هدف گذاری‌های مربوط به واردات، هدف گذاری‌های مربوط به صادرات، هدف گذاری‌های مربوط به سیاست‌های پولی، اینا باید در جریان باشه. بدون وجود چنین چیزی، البته من نمیگم یه برنامه‌ای که اون برنامه اعمال بشه. برنامه‌ها معمولا برای این نیستن که به تمامی اجرا بشن. برنامه‌ها شما رو زنده نگه می‌دارن در یه سنه. من همیشه این مثال میزنم، میگم مثل شطرنج بازا وقتی با هم شطرنج بازی میکنن تا 10 حرکت بعدی هم دیگه رو پیش بینی میکنن، ولی وقتی اون طرف مقابل حرکت میکنه ممکن تمام محاسبات تجدید بشن، از اول شما 10 تا حرکت دیگه، ولی این باعث میشه شما شطرنج باز قوی باشی. درسته. آیا سوال آخر من میخوام بپرسم، این ما در دولت آقای شهید رئیسی تمایل زیادی داشتیم برای همکاری مثلا با روسیه، با چین و واقعا هم خب نمیشد دولت ایشون دولت غربگرا دونست.
ولی خب وقتی مشاهده میکنیم نتیجه رو تقریبا ببینیم اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، به غیر از شاید مثلا یه موردی که فروش نفت افزایش پیدا کرد مثلا قابل توجه که میشه دستاورد در نظر گرفت، واقعا به نظر من دستاورد بوده. منتها همکاری گسترده‌تری نمی‌بینید. اینو به عنوان سوال آخر اگه موافق بودیم یه بررسی کنیم چرا ما الان که به نظر میاد درآمدشو داریم، چی شد که تقریبا پیشرفت خاصی نداشتیم. در مورد روسیه و چین اینجا به نظر من خود من فرق می‌کنه، یعنی باید مجزا تحلیل بشه. در مورد روسیه اتفاقا به نظر من در واقع پیشرفت بسیار بزرگی اتفاق افتاده بود و به نظرم شهید رئیسی فرصت اینو پیدا نکرد. حالا بعضیا که یه خودم زیاده روی میکنن مثلا سقوط هلیکوپتر رو حتی نسبت میدن به فعالیتایی که مابین ایران و روسیه انجام شده بود. شما میدونید اون گاز نورد استریم 1 و 2 که اول بحثمون گفتیم که به اروپا میرفت، خب دیگه به اروپا نمیره. خب این گاز باید کجا بره؟ مقدارش به چین میره. ولی این ابزار سیاسی رو روسیه نمیخواد از دست بده و فقط بشه یه در واقع حالا من فکر میکنم مثلا یکی از اهداف فرعی اتفاقا جنگ اوکراین وابسته کردن اقتصاد روسیه به اقتصاد چینه، چون مطابق اون تحلیلی که گفتم راجع به اقتصاد متفاوت این دوتا روسیه رام میشه اگر به اقتصاد چین وابسته بشه. همونطور که ما وقتی به چینی‌ها داریم نفت میفروشیم دیگه به سادگی قبل نمیتونیم تنگه هرمز رو ببندیم، دیگه به سادگی قبل نمیتونیم به آرامکو حمله کنیم. توجه دارید؟ این اتفاق برای روس‌ها هم ممکنه بیفته. به خاطر همین روس‌ها برای اینکه این کارو تعادلش رو ایجاد کنن میبینید با هندی‌ها فروش نفتشون رو به هندی‌ها تقویت میکنن، به سمت جنوب توجه دارن میکنن. یکی از کارهایی که اونجا انجام شد این بود که در واقع تقریبا به اندازه یا شاید بیشتر از لوله نورد استریم 1 و 2 که گازی رو به اروپا میبرد ما خریدار گاز روسیه شدیم. حالا ما خودمون یکی از بزرگترین کشورهای واقعا ما خریدار گاز روسیه. بله یعنی قراردادایی بسته شد درباره اینکه خط لوله کشیده بشه، هنوز هم هست، هنوز روی میزه، ولی یعنی در حد قرارداد امیدی نیست به اینکه انجام بشه. مذاکرات این قراردادها به کلی سری انجام میشه ما بین پوتین و رئیسی و این خط لوله جغرافیا تولید میکرد. این خط لوله جغرافیایی بسیار پایداری ما بین. من یه چیزی به شما بگم، این حالا با توجه به حرفایی که راجع به روسیه و چین زدم این خودم شنیدنی میشه. در دهه 90 میلادی یکی از جلسات استماع کنگره امریکا درش میاد که صحبت میشه راجع به اینکه آقا سندی هست، الان میشه در واقع اینترنت هم قابل دستیابی، گفته میشه که در منطقه آسیا محور جغرافیایی که از چین به سمت اروپا میره محور آرامشه و محور عبارت اینه محور جغرافیایی شمال جنوب که ما بین ایران و روسیه است محور تولید تنشه و این محور نباید تشکیل شه. توجه دارید؟ این محور، من نمیگم حتما به نفع ماست که این اتفاق بیفته، ولی این یکی از ابزارهای جغرافیایی بسیار مهم ما بین ایران و روسیه. یعنی اگر محور شمال جنوب ما بین ایران و روسیه، این حرفای عوامانه که ما دائما میزنیم راجع به که روسا مثلا به ایرانی‌ها وفا نمیکنن، مثلا یه حرفایی که مثلا بیشتر رو در مجالس عروسی میخوره، مثلا گفته میشه مثلا درباره جغرافی سیاسی جهان. خب این در واقع این محور و آیا محور آماده تشکیل شدن نه آماده نیست. کی گفته روسا آمادن ما آماده نیستیم؟ ما آماده نیستیم، روسا به اندازه کافی آماده نیستن، چینی‌ها به اندازه کافی آماده نیستن. چرا؟ به خاطر اون بسیط دیدن. مگه همه روس‌ها مایلن به اینکه مثلا در برابر امریکا ایستادگی کنن؟ حالا بعد از جنگ یه ذره وضعیت تفاوت کرد، مثل جنگ خودمون که دفعه نگرش غربگرایی افول کرد، بعد از جنگ اوکراین هم خب یه ذره افول کرده، ولی ما قبل اون پوتین اصلا اینطور نبود که مثلا شما فکر کنید پوتین یه حرف میزنه اونجا کن فیکون مثلا اجرا میشه، اصلا این شکلی نیست. تمام کاخ کرملین پر از نیروهای غربگراست. سفیر قبلی روسیه در ایران قبل از اینکه به ایران بیاد سفیر ایران در انگلستان بوده. سفیر روسیه در انگلستان بوده. معنای این حرف چیه؟ یعنی مأموریت اول او احتمالاً از طرف جناح غربگرا در روسیه این بوده که مانع هر گونه رابطه بین ایران و روسیه باشه. تلاش‌های سیاسی بسیار بالایی انجام شده که این سفیر عوض شده. یه سفیری اومده که تمایل داشته به اینکه همکاری بشه. یعنی در واقع اونجا رقابت‌های داخلی سیاسی وجود داره. آیا روس‌ها آمادن ما استفاده نکنیم؟ نه آماده نیستن. شما اگه سیاست بدونی باید در واقع اینا رو در مورد چین هم همینطوره. شما فکر کنید که چینی‌ها یکسره آمادن، چینی‌ها ما با این خصلتی که برای شما توضیح دادم به نظر شما با خودشون وسوسه نمیشن و این اشتباه بزرگو نمیکنن که با خودشون فکر کنن اگه با عربستان کار کنن آسان‌تر خواهد بود تا با ایران کار کنن، نیاز انرژی که دارن در منطقه ما. ولی به نظر من جنگ 12 روزه اشتباهات بزرگی رو که چین کرده بود تا اندازه متذکر شد.
کارکردی که ایران و روسیه به لحاظ جغرافیایی برای چین دارن بی‌بدیله. حیات چین وابسته است به ایران و روسیه. به چه دلیل؟ من برای شما توضیح دادم که چین به خاطر شکل اقتصادی که داره، یعنی اون اقتصاد ریزبافتی که داره، نیاز به آرامش داره، نیاز به صلح داره، شرکای زیادی داره، نیاز به نظم داره. به کسایی که نظم رو به هم میزنن باید امتیاز دریافت کنن. نه نکته که اینجا وجود داره اینه، مگه میشه شما یه قدرت بزرگ باشی و تنش نداشته باشی؟ قدرت بزرگ یعنی تنش ایجاد کردن برای رقبا شما حمله خواهند کرد. درسته؟ این کل نیرویی که در فلسفه ذهن در چین وجود داره اینه که چطور شما تنشی رو که یک انسان قدرتمند در جهان پر از حادثه است، یک انسان چطور میتونه خودش رو نگه داره و در این حال در عمق بی‌تفاوتی نسبت به جهان باشه و با نظم جهان، در واقع به این میگن هماهنگی با نظم جهان. در عمل رقبای چین اگه تمام تلاششون رو دارن میکنن، مثلا در دریای چین جنوبی تا اندازه موفق بودن که چین رو دچار چالش، دچار تنش، دچار هر جور بدبختی بکنن. مگه دلشون نمیخواد همچین اتفاقی بیفته؟ چه چیزی چین رو نجات میده؟ دو تا عامل بسیار مهم وجود داره برای چین. یکی اینکه چین سعی کرده اقتصاد خودش و اقتصاد آمریکا رو با هم در هم تنیده نگه داره. یعنی مقدار اورو قرضه‌ای که از آمریکایی‌ها می‌خره، کارهایی که انجام میده، تعامل اقتصادی که باش داره، این رو مهندسی کنه، یعنی بتونه آرام سبقت بگیره از امریکا. دومین کاری که خیلی مهمه و اتفاق افتاده اینه، هر جایی قراره معادله‌های جغرافی سیاسی تنش‌های بزرگی برای چین ایجاد کنن، باید در مرزهای بسیار دورتر از مرزهای چین اتفاق بیفته. یعنی روسیه و ایران عملاً به صورت فایروال دارن برای چین عمل میکنن. اگه این دوتا شما فرض کنید یه روزی رو تصور کنید که روسیه فرو بپاشه، ایران خاموش بشه، بلافاصله در مرزهای چین جنگ خواهد بود. و جنگ برای اون نوع اقتصاد، برای روسا نیست، برای ایران نیست. ایران متکی به نفته. درسته؟ یعنی در واقع اسلحه نفت اینجا یه اسلحه است، چون هیچ کس نمیتونه نفت رو نخره. توجه دارید؟ نمیشه نفت رو نخرید، خیلی سخته. تمام تلاششون رو کردن، میبینیم که نشده. ولی و روس‌ها که خودشون غذا تولید میکنن و روس‌ها میتونن بجنگن، مدت‌ها بجنگن و اقتصاد خوبی هم داشته باشن، کمی که دارن. ولی آیا چینی‌ها میتونن این کارو بکنن؟ آیا چینی که اینقدر حساس به تنشه میتونه همچین چیزی رو؟ چینی‌ها به نظر من در حال گذار به افکاری هستن، به استراتژی هستن که بتونن این کارو بکنن، چون خطر بهشون داره نزدیک میشه. ولی چینی‌ها هم این وسوسه غلط میگیرتشون که آیا من میتونم شریک اقتصادی مثلا کشوری باشم که پر از تنشه، بهتر نیستش با کشورهای آرامتر کار کنم تا این تنش‌ها به درون من نفوذ نکنه؟ من فکر می‌کنم وضعیت جغرافی سیاسی جهان هر چی جلوتر میره، چینی‌ها هم متذکرتر شدن نسبت به اینکه در واقع تا چه اندازه ممکنه خاندستانه رفتار کرده باشن. من کماکان معتقدم معادله‌های موجود اقتصاد سیاسی چین بیشتر اقتضای دوری و عدم همکاری با ایران رو داره و ما نه فقط در ایران با موانعی روبرو هستیم که نمیتونیم با چینی‌ها همکاری کنیم، در چین هم موانع سیاسی، اقتصاد سیاسی وجود داره. در واقع یه قرائت ساده لوحانه‌ای که به نظر من وجود داشت که میگفتش که خیلی به نظرم زیاد تکرار شد توی 1-2 سال گذشته که چینی‌ها نمیدونن بعد تو ایران با کی حرف بزنن. ما تقلیل میدادیم موضوع رو به این که بالاخره میاد اینجا دوست داره با این مقام بلندپایه صحبت کنه، ثابت باشه که حتما این درسته. حتما این درسته. منتها میفرمایید که موضوع خیلی پیچیده‌تر از ایناست. موضوع اینه که چین اصلا لحاظ سیاسی تصمیم 100% نداره که با ما کار کنه، داره محک میزنه یه جاهایی که حس میکنه ریسکش کمتره. خیلی سخت‌تره. ببین اون معادله خیلی دشوارتریه. یعنی برای او خیلی آسان تره که با عربستان کار کنه، برای او خیلی آسان تره که با کشورهایی کار کنه که بالاخره به لحاظ در واقع بحران‌ها دچار بحران‌های کمتری هستن. ما البته از اینا استفاده بسیار هوشمندانه هم کردیم. ما یه طور صحبت نکنیم که انگار ایران هوشمندی نداشته. شما معادله‌های جغرافی سیاسی که امروز در دریای سرخ با کمک یمن در همکاری با چین رقم زدید، اصلا شگفت‌آوره. یعنی به نظر من بالاترین همکاری‌های جغرافی سیاسی که ما با چینی‌ها کردیم در دریای سرخه. و چینی‌ها به نظر من تشویق شدن. من اینا رو توی این هفته‌نامه کرانه که منتشر می‌کنیم آمارش هست. نگاه کنید حجم پایگاه‌های نظامی که چینی‌ها دارن در منطقه ما سالانه مثلا در افریقا می‌سازن، در ساحل شرقی دریای سرخ دارن می‌سازن.
خب چرا داره این اتفاق میفته؟ یعنی چینی که در واقع نوع شکل قدرت خودش رو یک شکل خیلی چینی تعریف کرده بود، انگار نمیتونه در اون پوست چینی خودش جا بشه و اگه بخواد واقعا قدمای بعدیشو برداره، یه خورده خود چین باید تغییر کنه. خود چین به عنوان اینکه چه چیزی است باید تغییر کنه و این تغییر رو ما انجام دادیم. ما مقدار زیادی به نظر من چینی ها رو به این سمت تشویق کردیم دست کم، یعنی راهی رو که خودشون میمدن باز کردیم، تشویق کردیم. این اتفاقات داره میفته و من خودم شخصا فکر میکنم همکاری ایران و چین در حوزه اقتصاد هرگز یک همکاری ساده بدبستان نیست. بدون یک تعامل بسیار عمیق ژئوپلیتیک این تعامل اقتصادی ناممکنه که اتفاق بیفته و به نظر من البته به آهستگی و خیلی خطرناک، چون سرعتش ممکنه از سرعت حوادث کمتر باشه، بین ما و چین داره این اتفاق میفته. از اون لحظه خرید نفت در دوره آقای رئیسی اتفاقی شروع شد. اون اتفاقی فقط اقتصادی نیست، حتما تعاملات دیگری مثل تعاملی که در دریای سرخ میبینیم موثره. یعنی اون فقط نفت رو نمیخره و به ما یه کالا بده، بلکه مقداری از امنیتمون رو هم به هم داریم اونجا مبادله میکنیم و به هم پیوند میزنیم. از زمان آقای رئیسی شروع شده، به نظر من دائما فزاینده بوده و بعد از جنگ 12 روزه به نظر من تا اندازه‌ای تیز شده و سرعت هم پیدا کرده، هم ما بین ایران و چین، هم ما بین ایران و روسیه. آیتون خیلی ممنون. من خودم واقعیت خیلی استفاده کردم از به ویژه بخشای پایانی، خیلی یاد آموزنده بود برای من. از بینندگان عزیز تشکر میکنم. این برنامه آخر فصل اول اکو 8 بود. ما در فصل اول تلاش کردیم راجع به اثرات اقتصادی جنگ صحبت کنیم. امیدوارم این حدود 5 برنامه‌ای که خدمتتون بودیم براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.